بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خیلی از عزیزان توی کانال در رابطه با سبک‌های مختلف ماساژ صحبت میکنن که ما کدوم یکی از دوره‌های ماساژ رو شرکت بکنیم و یاد بگیریم تا برای درمان یا برای ماساژ ازش استفاده بکنیم و کسب درآمد داشته باشیم. توی مجموعه مختلف دوره‌های آموزشی گذاشته میشه، مثلا 3 تا یا 4 تا سبک رو با همدیگه یاد میدن. فرقی هم نداره ماساژ روسی، ماساژ سوئدی، ماساژ تایلندی یا درک و غمز که سنتی ایرانی هست، این رو آموزش میدن و ماساژ یومیهو و خیلی از ماساژهای دیگر رو با همدیگه آموزش میدن و یاد میدن به شما و شما رو آماده میکنن برای دوره‌های ماساژ. ولی یک ماساژ رو فنی حرفه‌ای از شما امتحان میگیره که اونم ماساژ روسی هست. شما جایی ماساژ رو باید یاد بگیرید که نوع‌های مختلف ماساژ و حتی ماساژ درمانی رو هم به شما یاد بدن تا بتونید توی کارت خودتون از تمامی سبک‌ها باید استفاده بکنید. ما تو مجموعه خودمون برای افرادی که برای ماساژ مراجعه میکنن غالبا از روش درک و غمز و روسی ترکیب این دو برای ماساژمون استفاده میکنیم که ماساژ مشتمال خیلی قوی و بیشتر سنتی ایرانی هست. ولی خب افراد مختلف میبینید روسی رو با سوئدی رو با ماساژهای دیگه ترکیب میکنن و یک نوع سبک رو برای خودشون درست میکنن. ماساژور قوی ماساژوریه که بتونه سبک‌های مختلف رو خودش ادغام بکنه و از داخل اون یک ماساژ ریلکس عالی برای مراجعه کننده خودش در بیاره و انجام بده. ما برای ماساژ درمانی هم باید دوره‌هایی رو بگذرونیم، چون افرادی که مراجعه میکنن یه سری دردها یا یه سری مشکلات رو دارن و باعث میشه که ما بتونیم به اونها کمک بکنیم برای درمان بیماری و رفع دردش. انشالله که خداوند توفیق رو به ما بده تا بتونیم خوب یاد بگیریم و خوب انجام بدیم. برای دوره آموزشی این موضوع هم در رابطه با نوع‌های مختلف ماساژ مجموعه حکیم باشی پذیرای شما و آماده برای خدمتگزاری است. من الله توفیق.